چرا کانادا رو انتخاب کردی؟ حالا اون مشکل سربازیه رو حالا به هر دلیل احتمالاً تونستی ازش بگذری. یک دوست خیلی قدیمی دبیرستان با هم بودیم، توی دانشگاه هم با هم بودیم، یه رشته دیگه میخوند، از زودتر از من اومده بود آلبرتا، مال همون شهر خودمونم، سمت خودمونم هست. دوست خیلی خیلی قدیمی بودیم. من کچاپ باش میکردم، مثلا هر هفته باش در تماس بودم، باش صحبت میکردم و در جریان همین استارتاپ و کارهای من بود. اون به من کمک کرد این کارو بکنم. اون خیلی خوشش اومد، گفت کار باحالیه، به یکی از دوستاش معرفی کرد. ما از طریق اونها تونستیم شرکت رو ثبت کنیم، همین دوستم به همراه یه نفر دیگه، و حتی فاند هم ریز کردم من شرکت. فاندی که ریز کردن از طریق در واقع کاری بوده که من تو ایران میکردم، یعنی پیچ تک بفرست، دمو کن، صحبت کن، همه اینا. ولی نه شرکت به اسم تو نه هیچی، اونا اومدن کار کردن و بعد منو به عنوان نیروی شرکت گرفتن اینجا. تصور کن که تو توی لینکدینت خورده مثلا سی او کوفاندر از این کمپانی، مثلا برای این شرکت، بعد توی مدارک حقوقی مثلا داره مهاجرت تو کارمند این شرکتی با یه پوزیشن